بگو من دستی و علما امیر ثابت کنی که رسول الله امیر رقم دستا را بالا کرد. پیغمبر دستا را کف دست طرف قبله کردن، گشتا را راست کرده، خیلی با هم گشاده نه، با هم چسبیده نه، در حالت عادی، تا سینه را، تا شانه را، تا زیر گوش، تا سر گوش، تا اینجا را. اینجا در نرمی گوش چسبانده در کجا آمده؟ ولی امام ابو حنیفه رحمه الله گفته ما عمل رسول الله را تعقیب کنم یا گفتار امام ابو حنیفه رحمه الله؟ تشریح نماز رسول الله میکنه، امام ابو حنیفه رحمه الله میکنه. لیکن ما در بازار کتاب میخریم نمازی حنفی. چرا نمازی رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشه؟ نمازی محمدی نباشه؟ چرا نباشه؟ چرا با این نسبت خود تو چرا؟ آیا امام ابو حنیفه رحمه الله را کدام پیغمبری دیگه معرفی میکنید به مردم؟ روش نماز کتاب از 40 روپه به 60 یا 50 روپه